سلام برای یوتیوب. حالا اولتون خوبه؟ خیلی مخلصم. امیدوارم امروز واسه ادامه دارک سولز 1. فقط قبل از اینکه ویدیو رو استارت کنم ممنون میشم که لایک و ساب هم بکنیم. دمتون گرم. مخلصم. Let's go. لود قبلیمون چدمن. خب آخرین بار رسیدیم به بونفایر توی آندربرگ. الان هم دیگه برسیم به آندربرگ بود نه؟ درست یادم بسیار دروغ بگم فکر کنم آندربرگ بود. اوکی let's go. مثلا دارم دارک سولز فرستادم پلی میدم بداشت فارش نکنم. این آموز میگه تو ناهار نخوردی اینقدر شل را میری. در رو نفرین اینقدر مانوف بیاد آخرش هم که ترسیل میشه. حواسم نبود این بونفایر رو کلیدش کنم. یه سانی کلیدش کنم به تو استیس به درد بخور. خب این از این let's go. بیا تو رو جون همه دیدفعه بود عجل کن از تایما رو علیکی نپرم. بیا خسته نباش. خیلی زحمت کشیده واقعا. این تو برگستاش کنم میرسونه برگستاش که میشه که فهمید. خب داشت تو دیگه نرسه ای بابا. حالا اینا فقط دنبال اینه که تایم بگیرن. بیا زحمت کشیده. اوکی خب کافی باشه. بادو جون چه پسره. اینا اعصاب ندارن. داشت دست فرداشه من بکشه نه؟ برو بچه چه کوچه میگم. خب این بغل هم یه دوتا آیتم که نه فقط یه آیتمی از اونم حالا اونقدر موثر است ولی خب آیا میشه؟ نه نمیشه. مایل به تمایل خیلی خوبه. این دوشمونم اینجا یک کمپر دیناموس مشاهده میکنیم که تحریکی گوش وایسا داشت چیل میکرد. باید چیلگاه بود اومدیم ازیتش کرد. حالا اینا بعدا تقاس ازیتا من پس میکرد بس چون دوشواری نداره. خیلی خوب بریم تصویر مشاهده میکنید دوتا بیناموس از پشت دارن منو میزن. بیناموس دلقش یا اول دهرام بیچیو ای نگاه چی دارم یوتیوب نفهمیده باشه چی گفتم. حال ندارم واقعا تو پروسه آپلود گیر کنم دوباره برم از اول ریپورت کنم. ایشالله که نفهمید. خب یعنی من و برادر از بس که این اصطلاحات رو به هم دیگه گفتیم برادر یکی از دوستامون محسوب بشه. نه چی دیگه از بس که این اصطلاحات رو به هم دیگه گفتیم دیگه گفت کلا افتاد سر زبون با هم دیگه صحبت بکنیم. کلا از این اصطلاحات استفاده میکنه خیلی رایج هم هست. اوکی حالا ایشالله که یوتیوب نفهمید. بعدم میام سراغ این دره. اول برم این یورو بالا رو بزنم. چطوری؟ چه پسری؟ چه فکری بال خود برداره. این کلا کراسبو دارم یه لازم کنم کور تشریف دارم. بایستا یه حرکت میشه روی زد. آی دارم آتیش میگیرم برادر هستیم رو به آتش کشیدی. چطوری؟ خوبه؟ چه پسری جان خب بریم اینجا. گلدن پاین رزینه هست لایتینگ فقط اضافه میکنه یه چیز سائق طور اضافه میکنه به این سلاح در دست راست.
تو دیسکریپشنش اینجوری گفتم. و این پایینم یه برادر سیاپوست که نمیشه گفت بعدا سیلور نایت میگن بلک نایت، سیلور نایت ها سوخته شدن و وقتا شدن بلک نایت. این هستیم رو خب چرا پیلیکرم رو هستیم رو با آتش کشید. ای یو هلو بیا بریم بالا ایچ با خدا زشته. بیا بریم بالا تعارف نکن. بیا یا اول تازه خیلی مشتاقم. Why are you running? Why are you running? گمان نکرده باشه خوب. بکنم گمان که نه گمان نکرده The hell wrong with you. بسم الله الرحمن الرحیم. بومبا کلت. اوه shit مردم. I'm dead. I am dead. اجازه است هیل کنم؟ یه هیل ریز ایزی. بچه نوبی منو باشن هیچ دمیج ندارم. دارم جو کوری میکنم. خب بلک نایت یه اوری دراپ میکنه. اگه هم شانس داشته باشم شمشیرش میده لذت حلال ببریم. خب نه برادر کل تایم ویدیو رو داری میگیری برام بگم میبامبا. چرا من امروز یکم میبامبا شدم. میبامبا هیل کن. خیلی خوب دیگه داری خیلی مسخرش در میاری. بیا اینجا. بعد جویز خب بعد جایی میزنه خدا وکیلی. همون جایی میزنه که میسوزه. بزن. خیلی خوب دیگه داری مسخرش در میاری. ببین سوردشو نداد. نشتانستی کارش نمیشه. تازه با این که من تو فرم هیومنیتی همون انسانی بودم یه هیومنیتی هم داشتم بازم تاثیر نداشت. میبومبا کلا چطوری داشت؟ مایل به تمایل. چرا من امروز اینقدر پریامو میس میدم؟ ببین نه اینجا نبود. اینجا بود. اینجا یه دونه از این کریستال لیزارد هست تو این کلیک تایتان میندازه. در رفت. خب بریم اینجا بوی باس فایت بیاد دیگه. چرا اینجوری رفتار میکنم بار اولی اومدن سراغ تورستی من. آره اینجا یه باس فایت هست فقط قبلش این دوتا بدن نخوره بزنیم که رو مخ نریم. مایل به تمایل میبوم اوکی. خب تا این بالا هستیم یه حرکت ریز. اوکی خب قبلش باید یه هیل برم. یه استس اوکی. خب اینم گولد پوینت رزین لایتینگ افکت داره. یه کمپر دیگه. کلا تو این بازی کمپر زیاده. باسا کلا کمپر. به سانترک چقدر قشنگه. سانترک بازی سولز واقعا خیلی به دمیج. خب میچسبیم اینجا برادر. هیچ کنترلی رو ایجاش نداره. این مال کیه؟ نه شوخی کردم کنترل داریم. جدی نگیر مثلا دیگه نمیفهمم چی کار میکنم. ایز
ایزی بومبارتلات. اوکی خب اینم از فایت. متاسفانه شانس هم نیاوردیم همرشو بگیریم. حتی اگه همرش هم میگرفتم واقعا خیلی استات بالایی میخواست. اوکی تا اینجا ویدیو خوب بوده، راضیم. به قرار الان به یه شخص به شدت خوشقلب و زیبا برسیم. این داشمون که میبینیم سولیر آف آستورای. My precious son bro. son برو یا سان بیا. اوکی. به چقدر این سولر خوبه. یه پریویو کامل از سولر داشته باشیم. برادر زور زده با آفتاب. Ah, hello. You don't look hollow, far from it. I am Soler of Astora, an adherent of the Lord of Sunlight. Now that I am undead, I have come to this great land, the birthplace of Lord Gwyn, to seek my very own son. Do you find that strange? Well, you should. No need to hide your reaction. I get that look all the time. چرا؟ دوباره تمام حرفایت منطقی است. چرا ما باید یه ریاکشن نوجور بیام؟ دوست دارم. Oh, aha. So I didn't scare you. توقع چی I داشتی؟ have a بترسم. proposition, if you have a moment. بله 100% عشق رو Our fates appear to be intertwined. In a land brimming with hollows, could that really be mere chance? نه اصلا شانسی نیست. So what do you say? Why not help one another on this lonely journey? 100% داشت. اصلا عشق رو دوست دارم. من خود گی نیست. Well then, take this. Thank you. We are amidst strange beings in a strange land. The flow of time itself is convoluted, with heroes centuries old phasing in and out. The very fabric wavers, and relations shift and obscure. There's no telling how much longer your world and mine will remain in contact. But use this to summon one another as spirits, cross the gaps between the worlds, and engage in jolly cooperation. Of course, we are not the only ones engaged in this, but I am a warrior of the sun. Spot my summon signature easily by its brilliant aura. Aura? If you miss it, you must be blind. من که کور هستم. نمک. خب من دیالوگ آخرش خیلی چیز خاصی نیست ولی خب. Oh, hello there. I will stay behind to gaze at the sun. The sun is a wondrous body, like a magnificent father. If only I could be so grossly incandescent. نه خورشیدتون فیکه. چجوری میخوای با خورشید خیره بشی برادر؟ خیلی منطقه. بیاد چی افتادم؟ اون جنتی میومد به بازفنجی میگفت اسفنج باب your Jordans are fake. نمیدونم چرا کاملا رندوم. اوکی دوباره یه کمپر دیگه هم اینجا پیداش میشه. امیدوارم که بتونم نه باید جلوتر میرفتم. نه shit I'm dead ما رو باش میمونه زرنگی کنیم برادر. جن زد به نقش هم. خب اینو من زیتونه میزنیم بالا. چه پسری این رسما یعنی باسا دورسول نصفشون کمپرن. حالا تا الان این که باز تقریبا نمیشه بهش گفت، چون حتی اگه باشن در بیفتین هلف بار بهتون نمیده. این هلف باری که پایین میاد که آقا آره با باز طرفی. خب اینو میزنیم پایین و برو پایین. بیا پایین حال نداریم تو صبح کنیم. خب یا نه بو خریدم یا نه از قبلیت نگاهی بکنم. کراسبو دارم بو ندارم. بو 1000 تا هست. یه فکر کنم یکی دو تا آپگرید بدم اوکی. خب دو تا آپگرید میدم توی وایتالیتی و اوکی. خب یه دوست سول آیتم هم داشتم من تا اینجا هستم استفادهشو کنم. بریم از اون مرچنت یا همون چی میگن مرچنت چی بود؟ مدل فارسیش یادم رفته. میتونیم برام از مرچنت چی کنم؟ یه بو بگیرم با 40-50 تا ارو یا همون تیر خود. یه
تیرکمون اوکی کنیم بریم دوم این دریکه رو بزنیم شمشیر بدیم. خب تا عوض از دور یعنی درد نفری بیا ماشاءالله. هرچی من بخوام ادب و رعایت کنم ولی تو رسما همونی هستی که خودم فکر میکنم برای بچه مخاطبم فکر میکنم یه فکری به حال خودت بردار. مردی هنوز دست از کارات بر نمیداری. بیا بچه خورد وانشات شد. آقا وانشات شدهشو نداشتم. بیا شلو ولو میبامبا یعنی قشنگ میبومبای. خب یه دور دیگه باید اینا رو پری کنیم مثل توی ویدیو قبلی. بیا الان پشت که من نزدم از صلوات محمد الله صلی الله محمد. خب حالا تو یه قدم مشتاقی بیا به تو هم میرسه. برادر پشت سری هم بریم. حالا اصلا ندارم یه سورپریز بکنم. سورپریز متفاهم. Oh, there you are. Still keeping and go ahead. Never خیلی heard. حرف زر میزنم بیشتر. خب بو رو ازش میگیریم. شورت بو 1000 تا سول جانم زد. استاندارد ارو هم میگیرم. حالا بودن ارو هم میشه ولی خب استاندارد ارو یه 10 تا دمیجش بیشتر. حالا میگیم 7 تا سول زره روشه ولی خب جهنم زرم. 50 تا میگیرم از اطمینان. زیاد شد که چیز دیگه میخواستم از تو بگیرم یا نه. Tool for repairing weapons armor at bonfire. این بعدن از آنری هم میتونم بگیرم. حالا فعلا بریم. What a waste of خب time. بیازم حتی خریدم. Fall off a cliff. بذار من میام هرچی باشه تو میگیرم. آخرش میام تو رو میکشم. اوچیکاتانا رو تو حلقومت میکشم بیرون. وایسا بابا خودتو از صخره پرت کن پایین. بی‌ناموسو و آدم بیشوری هستی که بغل نشستی داری آیتما در داغونش به من غالب بکنه و وقتی اینجا به من بگی من برم خودم پرت کنم از صخره بیرون. این دیالوگش مال موقعیه که چیزی ازش نمیخری. من میگم چطور مگر من این بیشرف نخریدم. خب خواستم یه آپگریدی برم. یه آپگرید بتونم وایتالیتی برم. فیف برم. نه فیف که نه. ایندورنس هم نه. یه دونه بدیم به همون ایچ پی مون بهتر. وایتالیتی. خب درست کن. فکر کنم تا آخر این ویدیو بتونم به بونفایر کنار آندری برسم. آندری یه بلکس میکنم. خب از این پایین بریم. اول این آنده رو بزنیم. چه بسید کو یه ثانیه میتونم. نه نمیتونم. تلاشت فتودنی بود دیگه. از یه کارا نکن. خب میرم اینجا و این احتمال زیاد طول بکشه. من سعی میکنم این قسمت راه چی میخوام. خب من الان از کجا الله اکبر من الان از کجا برم یه دونه لول اوکی کنم با همین سرعت. خیلی خب مثل که بعدا باید بریم سراغ دومه این دریک. الان عوضش یه حرکت دیگه بزنم چون از اونجا اگه ادامه بدم هر مسیر رو برم. بسم الله الرحمن الرحیم. ناموس دلغک دهنتو بذار یه هیلو کنیم. یه متد هست میتونی از اینجا بدوی یا بدوی تا این برادر بیاد پایین ازش رد چی بری جا بونفایر ولی احتمال مردنش هست. بیا پایین. خب I'm not dead. چالش جز سر من. خب حداقل مزد اینو باز کنیم.
تلاشت سودودنی بود. درود بر تو. یه بونفایر هم اوکی کنیم. برو دیگه، هیچکی نمیخواد داد. وقتی برو ماجیک. خیلی خوب، حالا که این نکبت دیگه اینجا نیست، من میتونم این دوتا عادده رو بزنم و کلیمو رو یه سول آیتم از اینجا بردارم. خواستم بگسته بکنم، خیلی آدم بی عدلی هست. جا خالی دو تکی قرص خوره بچه بیار خوند نسا. حالا یه پری هم اینجا میری گل پری اوکی. کلیمور فکر کنم بتونم کلیمور رو استفاده کنم. شاید هم دکس هم هنوز باقی باشه. کنید از این کلیمور. نه کلیمور رو میتونم استفاده کنم. لس گو. به فقط یکم دیگه سنگین شده. تومبونه رو در بیارم. تومبونه باشه. خب ببینم یه سول آیتمه داریم، فایده داره یا نه؟ کار بیشتر 800 تا نمیده. از چک کنم ببینم میتونم دکس هم بیارم. میتونم دکس رو بیارم بالا. لسکو. خب حالا کلید این کار چیه؟ بعدا من میام سراغ این دریکه. الان نیست، حالا سالش ندارم، یک ساعت دورش کنم بیارمش. بعدا میام سراغ دریکه و دومشو از چنگش در میارم. ماشاءالله. من خب خیلی بازی رو راحت تر میکنه اگه این دوم دریکه رو در بیارم. نمیدونم اگه تا من دنبال راحتم. خب اینجا میره توی میجور چی بگم، اینو فازلابتوره. 3 تا موشه پویزن افکت میدن. حالا سال اینا ندارم. برم بالام یه بلک نایت تو بالاه. الان میخوام تو اوج کوچیک با بلک نایت مبارزه کنم. آرام ترجیح میدم بیام اینجا پاکسازی کنم، بعدم بیام سراغ بلک نایت. من تمام روز وقت ندارم. زودش این توتر رو توش. ماشاءالله. به تر. نه شوخی کردم. چه پسری فکر کنم یه آید. نه من نکش. هرکی من بکشه گه. این میفهمم. من میخوام از پشتش برم یه حرکت بزنم. میفهمم. نداشت من شوخی کردم. ما با هم دوستیم. هم دیگه رو میدوستیم. اوکی برو من کاری بکارت ندارم. میتونم بک استاب کنم؟ نه بک استاب نداره. چی بود من قبلا دیدم این بک استاب داشت؟ نداره. نه برو ببین واقعا اون مال کیه؟ عجب کیکی داری. برو دیگه برو خود حالا سب نداره. ای بابا به ای باشه یه 3 سال ما رو معطل خودش میکنه. من برم کنار این رد شم. داشت چیل کن، ما با هم رفیقیم. نه دیگه گند داری. اگه راست میگه اوج رد شد. بیلاخ بیا به من عقب‌تر من بتونید ببینید. کسی بک نه سراغم بیا دیگه. با حالا سلوم آرچرا رو ندارم. بیا آفرین چه پسه. من صورت اینجا رو ببرم بالا. این باشه کنم یه 5 دقیقه ویدیو رو میبرم. بیا دیگه. خب همین که گارد شکسته بشه کافی. این هست که باید من ور بداریم بری پیش دردم. یه هیل ریز. این یه داشمون داشت خیلی سری. ماشاءالله. بیا به خب یه حرکت چیز کردن خیلی ایزی هست. این برادر میبینیم کمپ رو موجه بایستاده. راه ممون پایین میان اینجا میپری. فقط نرم تو آتیش کن. خب بیا احمد دمیجه رو داد. کار خودت که
بسوز بیا بیا الان میمیره. اوکی ایزی. نه کلاش دروب که خب اینجا کلاه رو بزنم سر خودم. فقط دیگه فترول اوه 8 فعلا باشه هم توی علیکی رو سرمون با اون دکور کجا میره کارت دارم من سرموش بیازارم ای بی ناموس دلغک. اوکی شما دوتا کمپر هم بیاین. ای بابا تازگی ها خیلی پر رو شدن. What the fuck you do؟ بیا ایزی بدبخت فلک زد جان. پنج تا تگه استخونه اینا دیگه آدم شد. استخونه چه لحجه سنگینی هم دارم میگم. خودم فهمیدم چی میگم. خیلی تاثیرگذار بود. خب اینم از این دوتا بدبخت. هیچ وقت این اتفاق واسم نیفتاده بود. یعنی کلا تمام اتفاقایی که توی ران‌های قبلی واسه من اتفاق نیفتاده بودن دارن الان واسه من اتفاق میافتن. یعنی کلا تمام دنیا و زندگی و همین رو متوجه شدم. من دارم ریکورد میکنم. حالا باید یه جوری گند بزنم تو ریکوردم. خب ببریم از اینجا. بیا چیل اما چیل بای. یعنی اگه یه دفعه بیفته یا استیک دریفت یادشون بده خودش ایجا نشون بده. ببریم ترمزی در نیر. اوکی الان اگه دیگه بیفته من اوکی. بیا حالا خودمون اینجوری میندازیم دیگه. نخواد دوباره بندازتم منو ضایع کنه. دوباره ضایع شده دیگه بار سوم. نه thank you so much. اوکی ویدیو داره طولانی میشه باید سریع برهم بگردم. اگه اولین بار رو داریم بازی میکنیم سولو یا داریم اولین بار گیم پلی سولو میبینیم هر موقع این فاگ گیت رو دیدیم فکر نکنیم باز در جریانه. فعلا دارک سولز و جناب آقای میازاکی بزرگ دوست داره که ترول کنه کامیونیتی و فن بیسش. خیلی علاقه وفوری داره به ترول کردن. به چطوری اچ پی بوده حالا بیا این باره تو پایش. الان اگه اون دریک سوردر داشتن هر بک استپ یا هر چیزی دمیجش بیشتر بود. مثلا الان دریک سوردر بیس دمیجش 200 ولی با چیزی اسکیل نمیشه. ازش کلیموره آره اسکیل میشه. حالا بعدا من دریک سوردر هم اوکیش میکنم. در حال حاضر خب اینجا یه دونه بغل هست یه دونه اونجاست. حالا ترتیبی رو بدم. تمام اچ کشید. تمام اچ کشید. فرهم بگم بابا تا اون روز وقت ندارم. اوی بادو الله باش می بامبا ماشاءالله نیست. خیلی خوب یه دیگه خیلی پروشه. نه چی دروب کرد؟ بابا تایتانیت شورت. خب میتونم برم اون بغل برم یه لحظه هالبرد اوکی کنم. یه هالبرد اونجا یه کلیدم اونجا. حالا اینو بزنم. خب این از این بیسمنت کی درم باز کنیم شورتکات. خب اینم هالبرد به درد نمیخوره. خب درش میارم. یه جوری هم میرم اون یه نمیوجه از اگرو نشه. زدم میتونم بزنمش ولی خب حالا سلش ندارم. تایم هم میپره.
خیلی تایم ندارم، واقعا میخوام ویدیو طولانی نشه، چون احساس میکنم اگه خیلی طولانی باشه حوصله سر بر میشه. بیا خوبی از تو، نه از تو این با جفتم باش. نه دیگه نشد، اونا بخورن تا نخوری. بیا تو تا میرسه. بله خب دیگه کشش نمیدم. این قسمت میمونه برای پارت بعدی. یه باس فایت بل گارگویلز هم اونجایه. من فقط میرم اون کنار بونفایر سیومو انجام میدم دیگه، بقیه‌اش هم باشه واسه بعدا پارت بعدی انشالله. خب نه بونفایر اون پایین افتاده آندره، تا بونفایر رو لینک نکردم با آندره ببینم مثل My precious black stuff. به بعدا با آندره صحبت بکنیم مفصل. این در حال حاضر تایم ندارم. خب این از بونفایر. تازه اون جونان زیگمایر آف کاترینایه. بعدا با آندره صحبت کردم و با اون صحبت یه پوینت دیگه به وایتالیتی و اکسنت. خب راستی یه ثانیه اینم کیندل کنم واسه پورت بعدی دیگه نیفته. بابا دستش تو شمشیر رد کرد. خب خیلی حال داد، خیلی واقعا این پورت حال داد. دمتون گرم اگه تا اینجا ویدیو با من بودین، مرسی واقعا. لایک و سابسکرایب نشه دیگه، گناهیم باز چنل زدم. خواستم بیا جزچرم برم. تشکر فراوان. خداحافظی. بای بای.